استاندار در بازدید از 15مین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست تازه‌ترین دستاورد علاءالدین جاسمی زرگانی نخبه البرزی را رونمایی کرد. طهایی در مراسم رونمایی از خودرویی که با سوخت آب کار می‌کند، با بیان اینکه بخش زیادی از آلودگی هوا به دلیل انبوه خودروهاست افزود، استان البرز به سهم خود برای کاهش این آلودگی‌ها در صدد حمایت از مبتکران برای ارائه طرح‌های نو است. اولا اون چیزی که ما سراغ دادیم و خودشون هم گزارش دارن میدن، اینکه اولین بار هست که در دنیا یک خودروی، اون هم بدون اینکه تغییرات جدی و اساسی در موتور انجام بشود، به وسیله سوختش در واقع آب هست، آب معمولی هست که استفاده میکنه و این به نظرم یک انقلاب و تحول عظیم صنعتی خواهد بود در خودروسازی. لذا اگر چنانچه این علم و دانش جدیدی که توسط جوانان نخبه و اندیشمند ما و پرتلاش ما الحمدلله اتفاق افتاده توسعه پیدا کنه، میتونه راه نجاتی باشه برای بیش از 60% از آلودگی‌هایی که در شهرهای ما اتفاق میفته. در عین حال از لحاظ اقتصادی هم خب باز قابل محاسبه هست و میتونه با یه تحول بزرگی هم تو این بخش به وجود بیاره. این خودروی آبسوزه برای اولین بار در جهان انجام شده. عرضم بزرگتون که در کشورهای مختلف این کار انجام شده، منتها کارهایی که در سطح جهان انجام دادن موتور ماشین رو عوض میکردن به دلیل اینکه هیدروژن سوختی است بسیار مهیب و کنترلش سخت بوده. اما در این سیستم ما اومدیم موتوری رو در واقع سیستمی رو هیدروژنی رو کنترل کردیم و سیستمی رو درست کردیم هیدروژنی رو تولید میکنه که نیاز به تغییر زیرساخت در هیچ گونه از موتورهایی که در کشور هست نیاز نداره. نماینده عالی دولت در استان در بازدید از سایر غرفه‌های فعالان محیط زیست البرز و استان‌های قم، سمنان و همدان نیز گفت حفاظت از محیط زیست علاوه بر اینکه در کیفیت زندگی کنونی ما تأثیر بسزایی دارد، میراثی گرانبها برای آیندگان است.